مادها وقتی از جنگ شوش برگشتند غنایم زیادی رو برای پیشکش نزد کوروش آوردند. در میان این غنایم زنی زیبایی به نام پانتا بود. او همسر فرمانده دشمن آبرادوتاس بود. اطرافیان کوروش از او خواستند پانتا رو تصاحب کنه، اما کوروش مخالفت کرد و گفت هیچ کس حق دست درازی به زنی پاک دامن چون پانتا را ندارد. مدتی بعد وقتی آبرادوتاس خبردار شد به پاس جوانمردی کوروش تصمیم گرفت تا پای جان در رکاب او بجنگد. بعد از مدتی آبرادوتاس در یکی از جنگ ها کشته شد و پانتا از غم دوری عشقش در کنار مزار شوهرش خنجری رو در سینه اش فرو میکنه. وقتی خبر به کوروش میرسه دستور میده آرامگاهی در شأن این دو عاشق وفادار بسازن. از اون روز به بعد هر سال مردم به یاد این دو عاشق به زیارت آرامگاهشون میرفتند. اگه عشق، وفاداری و انسانیت این داستان قلب شما هم مجذوب کرد، این پست رو لایک کنید و اگه به تاریخ ایران و داستان‌های عاشقانه علاقه‌مندید، پیج تاریخ مدرن رو فالو کنید.